به نام خالق یکتای بی همتا. سلام، خوش آمدید میگم به ادامه درس C++. امروز میخواهیم در مورد ای که بعضی برنامه ها این کدها را به طور پیش فرض نوشته شدگی نداره و شما باید به طور دستی نوشته کنین معلومات بتم و کدهایی که به خاطر رن کردن برنامه C++ باید بنویسین، هیدر که داشته باشه جبریست و باید بنویسین معلومات میتم. فرض کنیم در محیط برنامه قرار داریم که وقتی ما پروژه میسازیم هیچ کدی در او نیست و ما باید کدام کدها را نوشته کنیم به خاطر رن شدن برنامه ما. اولش نیاز به یک پرپروسر داریم. با هشتگ شروع میکنیم include iOS. از دو تگ استفاده میکنیم و بین دو تگ نام لیبراری و یا هم کتابخانه که میخواییم نقشه میکنیم و این پروسس کننده نیاز به سیمیکالن در آخرش نداره، چون سیمیکالن گفتیم در درس قبلی گفتیم در صورت که ما سیمیکالن باریم یعنی دستور ما به همینجا ختم است و ادامهش یک دستور جدید است. ما اینو به خاطر نمیمونیم که برنامه ما نیاز به ورودی و خروجی داره و آیوستریم یک کتابخانه است که ورودی و خروجی داخل اون میباشه. بعد از او انت مین و یا تابع اصلی نیاز داریم و بریس بریس بسته. ما نمیتونیم مثل دفعه قبل مستقیم سیاه نوشته کنیم، چون ما using name space std را از اینجا حذف کردیم، شامل نیست. پس ما به این شکل سیاوت نوشته میکنیم سیاوت hello world در صورت که ما ریترن زیرو بتیم یا نتیم برنامه ما رن میشه و بهتر است که بتیم و رن میکنیم برنامه را. شما میبینید که برنامه ما با موفقیت رن شد. همچنان دستور endl که بعد از endl به خاطر اینتر میداریم این هم نیاز به std داره، باید به این شکل نوشته کنیم. در صورت که اینجا std نوشته نکنیم از ما ایرور میگیره. امتحان میکنیم. شما میبینید از این خط از ما ایرور گرفته و اینجا گفته شده که endl was not declared in this scope، یعنی که endl در این بخش معرفی نشده. ما به خاطر اینکه راحت تر بتونیم ورودی و خروجی، همچنان ورودی هم به این شامل میشه که CN به تنهایی نمیتونیم نوشته کنیم و CN درس بعدی است انشالله در موردی در درس های آینده صحبت میشه. اینجا باید بنویسیم که using name space خودش به طور پیش فرض برای پیشنهاد کرد std. حال به خاطر رنگ کردن و یا نشان دادن خروجی نیاز به std ندارم، میتونم مستقیم با نوشتن std cout hello world خروجی خود نشان بدم و endl یعنی که خط تمام است و یک اینتر بر ما میاره. در صورت که ما اگر نوشته کنیم cout I'm a programmer، شما میبینید که hello world یک خط جدا و I'm a programmer یک خط جدا رن میکنیم. بله، نتیجهش hello world در خط بالا و I'm programmer در خط بعدی آمده. در صورت که ما endl نوشته نکنیم، endl حذف کنیم از اینجا، هر دویش به یک خط قرار میگیره. پس میبینیم که نتیجه چی میشه. بله، هر دو سیاوت که اینجا نوشته کردیم به یک خط قرار گرفت. این بود کارکرد سیاوت و endl. این بود کارکرد endl که
وقتی که دستور ما ختم شد با خاطر اینتر و یا سطر جدید اندل در آخر نوشته میکنیم و چیزایی که نیاز است به طور دستی ما باید نوشته کنیم. چیزایی که ما باید به طور دستی نوشته کنیم و داشته باشیم بجز using name SPCC در صورتی که هم نباشه مشکل نداره. گفتم که با نوشتن std و 2 نقطه سیاوت و خروجی خود نشان میدیم. با داشتن همه چیزا میتونیم و چیزی که داخل بریس نوشته میکنیم برنامه را رن کنیم که اینجا میتونیم مثلا نوشته کنیم سیاوت. ببخشید اولش باید using name SPCD را داشته باشیم که سیاوت به طور راحت به هر جای نیاز نباشه که ما قبل از سیاوت و یا cn std نوشته کنیم. میتونیم هر پیامی را داخل دبل کوتیشن نوشته کنیم. مثلا hey how are you، hey چطور هستی، این نوشته کردیم. میتونیم با رن کردن بدون داشتن ریترن زیرو این موفقانه رن کنیم. بله، برنامه ما موفقانه رن شد. با خاطر حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب و دکمه زنگوله را فشار بدین تا از ویدیوهای جدید که ما آپلود میکنیم حتما خبردار شوین و از این ویدیوهای آموزشی استفاده بکنین. ما این چینل به خاطر اینکه هموطنای ما با مشکل برنخورن و یک منبع آموزشی به زبان دری باشه و برای همه کسایی که در زبان انگلیسی مشکل دارن نمیتونن برنامه‌های آموزش‌های انگلیسی را دیده برداشت کنن، این آموزش‌ها به خاطر اوناست. پس به خاطر حمایت ما چینل سابسکرایب و به دوستایتان معرفی کنید. این بود درس امروزی ما. تا درس بعدی، الله نگهدار.